سلام رفقا، خوش اومدید به این ویدیو. اینجا کانال گیمینگ ویده. حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید از ویدیوهای جدید من مطلع بشید. این بالا پیج اینستاگرام منم میاد، حتما اونم فالو بکنید. تو این ویدیو قصد دارم بهتون آموزش بدم تنظیمات OBS رو بدون معطلی. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. این ویدیو هم به درد کسایی میخوره که میخوان گیم پلی ضبط کنن، هم به درد کسایی میخوره که میخوان ویدیوی آموزشی ضبط کنن. خب مثلا شما اول وارد ستینگ کامپیوترتون بشید و میرید توی گیم مود و گیم مود رو خاموش کنید. حالا من از قبل خاموشش کردم. بعدش میرید روی OBS استودیو، باز کلیک میکنید، میرید روی بخش پروپرتیز و بعدش میرید توی این بخش و این گزینه رو روشن میکنید، یعنی ران ادمنستریتور و اوکی میزنید. وارد OBS شید، یس لانچ انیوی. حالا وارد ستینگ میشید و بعد میرید روی استریم. اینجا سرویس استریم که توش فعالیت میکنید و اگه توش اکانت چیزی دارید میتونید به OBS استودیو متصل کنید و حالا اینجا آوتپوت تنظیماتش رو روی ادوانس بزنید، روی سیمپل نباشه، خودش فرض روی سیمپله، شما بزنیدش روی ادوانس. اینجا انکودره. شما اگه کارت گرافیکتون نسل جدید انویدیا باشه که این گزینه هم اساس دارید، یعنی انویدیا NVENC پرانتز باز نیو. و اگه کارت گرافیکتون نسل قدیمی انویدیا باشه فقط این دوتا گزینه است. اگه نسل قدیمی انویدیا است که روی این بزنید و ریس کنترل رو بزنید روی CQP. اگه نسل جدیدی که دیگه معلوم، روی این بذارید و ریس کنترل هم بذارید روی CQP که من از قبل گذاشته بودم. حالا رکوردینگ، اینجا هم همین کارو میکنید. اینجا هم انکودر رو میذارید روی انویدیا، اگه جدید هست انویدیا نیو، اگه قدیمی هست که روی این میذارید و بعد ریس کنترل هم میذارید روی CQP که مال من کارت گرافیکش نسل جدیده، روی این میذارم. حالا میریم سراغ بخش بعدی که ما مشکلی نداریم. اینجا اودیوه. اینجا صدای دسکتاپتون رو میتونید آنش کنید، میتونید آفش کنید. اینجا هم میکروفونه. میکروفونایی که در دسترستون هست فعلا فعاله رو میتونید انتخاب کنید که من اینو انتخاب کرده بودم، این گزینه آخری. و حالا میریم توی ویدیو. اینجا اینپوت، یعنی موقعی که ضبط میکنیم با چه کیفیتی ضبط کنه، و اینجا خروجیشی باشه، ورودی و خروجی که من 1920x1080 گذاشتم. FPS هم که خودتون میتونید انتخاب کنید، 10 باشه، 20 باشه، 30 باشه، چقدر باشه که من گذاشتمش روی 30. اینجا هم کلیدهای میان برده، مثلا میخواین استریم رو با کدوم کلید شروع کنید، من روی F7 گذاشتم. رکورد رو میخواین با کدوم کلید شروع کنید، با کدوم کلید شروع کنید، من روی F8 گذاشتم. و با کدوم میخواین پازش کنید، من روی F9 گذاشتم. و حالا بریم توی ادوانس و اینجا رو بزنیم روی above normal که منابع بیشتری رو به OBS اختصاص بده. موقعی که منابع بیشتری رو به اختصاص بده گیم خوب اجرا میکنه، ولی OBS خیلی بد اسکرین رکورد میگیره. حالا ما توی بخش جنرال هم هیچ کاری نداریم. اینجا فقط لنگویج میتونید زبان رو انتخاب کنید و اینجا هم بخش تم میتونید تم رو انتخاب کنید. این هم بود از تنظیمات OBS استودیو. رفقا مرسی از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس.